Hello, my dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья. Ассаляму алейкум, دوستانی عزیز. من دلاری خیرالله و امروز میخواهم یک صحبتی داشته باشم درباره پیشنهاد کردن حجت ها یا اشتراک در بازی گرین کارت 2023. برای چی گرین کارت 2023؟ برای آنکه برنامه‌ای که در 2021 ماه اکتبر 8 اکتبر بازی آغاز می شود، این برنامه نامش گرین کارت 2023 است، یعنی که نام برنامه همین است. و در رفت آموزش این برنامه و طلبات هایی که این برنامه دارد، من یک چند نقطه را برای خود نوشته گرفتم و امروز می خواهم با اون برای با پرگی فهمیدن اون نقطه ها با شما یک صحبت داشته باشم و با معلومات شما این نقطه ها را رسانم، زیرا که من این نقطه ها را برای شما و برای نفرانی که میخواهند در این بازی اشتراک کنند مهم میشمارم. بیاید با هم آغاز میکنیم. و در دوستان عزیز، یکمین چیزی که من برای خود در این نامگو قید کردم این کشیدن پشت الکترونی می باشد. بسیاری از آن نفرانی که استفاده میبرند تلفن های موبیلی، علاقه آنها در پلی مارکت ها، یوتیوب یا اینکه پشت الکترونی در براوزرهایشان دارند، اما یک پرابلم کلان، یک مسئله کلانی وجود دارد که بعد از آنی که آنها پیشنهاد میکنند حجت هایشان را در بازی گرین کارت 2023 یا نو بس از آن کدام سال است بعد از بازی، امکان پذیر است که آنها تلفن های موبیلی خود را یا اینکه میفروشند یا اینکه گم میکنند یا اینکه دیگر حالاتش هم شدنش ممکن و بعد از فروختن و گم کردن و یا پشت الکترونی خود را برقرار و استناد کردن نمیتوانند با سبب آنه که و یا پارول شفرهای مخفی خود را فراموش کردن یا اینکه در یگان مکانهای خوب ثبت نکردن. برای همین دوستان عزیز، من برای شما یکمین توصیه که من میخوام دهم این است که یکمین پشت الکترونی خودتان را با واسطه تلفن یا اینکه با واسطه کامپیوتر با معلومات های شخصی خودتان از آن جمله نام و نسب، فامیلیا و روز تولد، جای استقامت و غیره یا اینکه شهروندی و غیره با پرگی درست نویسین و برای خود بعد از پشت الکترونی کشودن در رفتی در مرحله آخرین ثبت کردن معلومات ها و کشودن پشت الکترونی یک کتابچه مخصوصی که او را همراه خود به هر جایی که شما سفر کنین همراه گرفته میتوانین، یعنی که کتابچه مهمی باشد برای شما. در اون این پشت الکترونی خودتان را، یعنی که لاگین خود را و رقم های مخفی یعنی که پارول خود را ثبت کنید. بسیار حالتهای شدگی بودن که بعد از عوض کردن تلفن و یا بعد از عوض کردن یا گم کردن یا عوض کردن تلفن ها دیگر برقرار کردن نتوانستند معلومات های اینکه پشت خودشان را. برای همین برای شما نو بس از اینکه شما دارید پشت الکترونی یا ندارید، برای شما توصیه میدیم که با مقصد اشتراک در این بازی گرین کارت 2023 یک پشت الکترونی دیگر ثبت کرده معلومات های این پشت را، یعنی لاگین و پارول این را حتما در یک کتابچه مخصوص ثبت کنید و سپس بعد اشتراک هم در دیگر کارهای شما این پشت الکترونی در کار می شود، لازم می شود. و دویم نقطه‌ای که من به شما می‌خواستم فهمانم، سامانه رسمی که در این سامانه فقط و فقط در این سامانه شما می‌توانید که در این بازی اشتراک کنید، این dv program.state.gov، یعنی که فقط انا همین سایت می باشد. این سایت را بعد از به اتمام رساندن این ویدیو و ثبت این ویدیو در زیر این ویدیو من ثبت میکنم تا اینکه به این سلکه به این نشانه شما در اومده معلومات شخصی خود را پر کرده عرضه خود را پیشنهاد کنید. و دیگر نقطه‌ای که من میخوام به شما قید کنم، این بازی 7 اکتبر 2023 آغاز می شود و 2023 نام دارد، 2021 آغاز می شود و 7 اکتبر با وقتی
امریکا، ایالات متحده آمریکا. و یک چیزی دیگر را فهمیدن برای شما مهم است که از روز هفتم هم آغاز شود در تاجیکستان، ازبکستان، کرگیزیا و یا روسیه. این از روز هفتم بگاه بعد از ساعت 5 یا 6 این اختلاش گفتن نمیتونم، من مقایسه حالا نکردم. و لیکن شما سرسیمان نشده هفتم، هشتم، نهم، دهم را نگاه نکرده، بعد از 14 15 هم سپورین امکان پذیر است، زیرا که در آغاز این برنامه به نهایت این سامانه بند می باشد، زگروژه نمی باشد. برای همین دوستان عزیز وقت هست، مهلت داده می شود. برای همین توصیه برای شما این است که 14 15 هم 12 هم 11 هم، لیکن روز 8 9 نه. و این برنامه تا روز 10 نوامبر 2023 دوام می‌گیرد. و دیگر حالتی که من برای شما می‌خواستم فهمونم، این برنامه یعنی در این سامانه رسمی وقتی که شما می‌خواید که حجت خود را پیشنهاد نمایید، پیشنهاد حجت این فری اپلای یعنی که به پول است، برای این مبلغ از شما گرفتن نمی شود. و شاید یگان نفری پیدا شود که برای شما کمک رساند، یعنی که پیشنهاد حجتی شما را به عهده گرفته و آن همان الگوریتم، آن همان روش پیشنهاد حجت ها را میداند، شاید برای این پول از شما طلب کند. این هم برای خدمت رسانی خودش پیشنهاد میکند. و در این سامانه اگر خودتان شخصا شیسته نزد کامپیوتر یا کامپیوتر پیشنهاد حجت کنید، این سامانه از شما پول طلب نمی کند. و دیگر حالت کی میتواند که در این بازی اشتراک کند، یعنی که شهروند کدام مکان باید میتواند که در این بازی اشتراک کند. من درباره دیگر دولت ها صحبت نمی کنم، من فقط میخوام بگم که شهروندانی که از کرگیزیا، ازبکستان، تاجیکستان هستند، اینها از آن جمله از آن دولت های به شمار میروند که در نامگوی دولت های اشتراک کننده این برنامه به حساب می روند. یعنی دولت‌هایی که در سسر بودن پیش، اینها علاقه میتونن که اشتراک کنند. و یک چیز میخوام در یک چیز مهم را قید کنم که بسیاری ها خطا میکنن. فقط شما به نظر گیرین که در این برنامه مکانی زیست و یا مکانی که دولتی که برای شما شهروندی داده است، یعنی که شهروندی کدام دولتی که هستین، این را قید نکنین. موافق تحلیل ما در موافق این برنامه با طلباتی که این دارد، فقط و فقط مکان تولد را پیشنهاد کنید. یعنی که در جایی که نشنالیتی نوشته شده است ملت، شما مکانی که شما تولد شده هستید این مکان را قید کنید. مثال هستن نفرانی که شهروند روسیه هستند اما مکان تولدشان تاجیکستان است، برای آنها مهم است که تاجیکستان گفته قید کنند. و دیگر حالت در این است که اگر مبادا شما شهروندی این دولت هایی که می توانند اشتراک کنند در این بازی نباشید، اگر مبادا پدرتان یا مادرتان، یعنی که شما نه شهروند این دولت ها هستین نه نفری هستین که در این مکان ها تولد شده این، می توانید شما نظر به مکان تولد پدر یا مادرتان کنید. اینها را قید کردن ممکن است. مثال شما شهروندی یگان دولتی هستین که اشتراک نمیکند در این برنامه، اما پدرتان زاده جمهوری تاجیکستان بوده است پیش، انا با اساس که حوزه وای شهروندی تاجیکستان نیست، شما میتوانید که تاجیکستان قید کنید. و دیگر حالت برای سین و سال گفته نشده است که از چند ساله در این برنامه میتوانند اشتراک کنند، ولی در اونجا طلبات مخصوصی وجود دارد که این نشانه بر آن است که شما باید صنف 11 را در مکتب میانه تمام کرده باشید. یعنی شما دارنده حجتی تصدیق کننده تمام کنی شما مکتب میانه را باشد. موافق تحصیلات مکتب های میانه صنف 11 را نفرانی که یا 17 یا 18 هستند تمام میکنن، برای همین 17 یا 18 ساله هستند تمام میکنن. برای همین نو بس از اینکه شما 17 ساله هستین یا 18 ساله یا 19 ساله یا 16 ساله، اگر مبادا داده شما حجتی تصدیق کننده ای که شما مکتب را صنف 11 را تمام کرده اید، شما علاقه به اشتراک این برنامه تیار هستید. برای همین سن و سال در اینجا به نظر گرفته نشده است. و یک چیزی را میخوام قید کنم که نوبسته از اون که شما چند ساله هستید، یعنی که آغازش از همین و نوبسته از اون که شما 55 60 70 ساله هستین، شما حق دارین در این بازی اشتراک کنین به ممنوعیت. شما با این برنامه راه داده میشوید.
و دیگر حالتی میخوام قید کنم، این پاسپورت خارجی می باشد. زاگرام پاسپورت. زاگرام پاسپورت شما در رفت پیشنهادی حجت باید عمل کننده باشد، یعنی دستویشی باشد. و یک چیز مهم رو به نظر گرفتن در کار که مهلت تمامشای پاسپورتتون زیاده از 6 ماه باشد در رفتی در وقت پیشنهادی حجت زاگرام پاسپورت. و برای معلومات های شخصی که شما در هر یک نقطه و هر یک پونت این سایت این سامانه پیشنهاد میکنید، در مکان هایی که فامیلیا، ایمیل، اوچستو، نام، نسب، روز تولد، شهروندی و غیره، این نقطه ها قید میکنید. فقط شما یک چیز رو باید دانید که با زاگرام پاسپورت، تو است با پاسپورت خارجیش فقط شما میتونید در این بازی اشتراک کنید. به پاسپورت خارجی شما راه داده نمیشوید با اشتراک به این برنامه. برای همین این رو به نظر گیرید. مبادا اگر نداشته باشید پاسپورت خارجی مبادا نداشته باشید، شما الکی وقت دارید. حالا یک ماه داده میشود برای اشتراک در این برنامه. برای همین شما میتونید پاسپورت خارجی سپرده به دست آورده و سپس اشتراک کنید در این برنامه. و معلوماتی که شما می‌نویسین در هر یک نقطه این سامانه باید موافق آن همون زاگرام پاسپورت خارجی خودتان باشد، برای که در اونجا قید کرده میشود نمره زاگرام پاسپورت خارجی شما و نام و نسب، فامیلیا، ایمیل، اوچستو قید کرده میشود. دیگر نقطه‌ای که من میخوام قید کنم، این خطاگیری که صادر میشود از طرف اشتراک کنندگان. اگر در پاسپورت خارجی شما فقط فامیلیا و نام باشد با زبانی انگلیسی، با زبانی خارجی فقط شما فامیلیا و نام قید میکنید، اوچستو قید نمیکنید. اگر مبادا اوچستو با زبانی انگلیسی باشد شما میتوانید قید کنید. و یک چیز رو به نظر گیرید که از زبانی تاجیکی به زبانی انگلیسی گردانده ننویسید، فقط نظر به پاسپورت خارجی خود کنید. так این نقطه الکی من گفتم. دیگر نقطه هست که برای نفرانی که شهروندی ندارند، یعنی که در حدود روسیه هست نفرانی که تاجیکستان یا دیگر دولت‌های هستند که نامشان لیتسو بیزگراژدانست و آنها شهروندی ندارند. شخصیتی که شهروندی یگان مکان را حالا قبول نکرده است، یا اینکه در داخل دولت شهروندی ندارند و وید نژیتلستو دارند، آنها هم میتوانند معلومات هایی که در وید نژیتلستو یا در حجت هایی که تصدیق کننده لیتسو بیزگراژدانست هست آن همون معلومات ها را قید کنند. این گونه نفرها به فکر من خیلی کم است از شهروندای ما، از شهروندای جمهوری تاجیکستان. این نقطه را که من گفتم که به پاسپورت خارجی شما نمیتوانید به این بازی راه داده شوید. دیگر حالت درباره یعنی که چی خیل این عریضه را پر کردن لازم، من روزی 8 یک عریضه پیشنهاد میکنم از نام یک نفری که از ما خواهش کردگی بود. در رفت پیشنهادی این حجت من هر یک نقطه این عریضه رو، هر یک نقطه عریضه این سامانه رو با نوار گرفته برای شما آسان کرده روان میکنم، تا اینکه برای شما یک ریکامنداسیون، یک مصلحت باشد، تا اینکه شما در اومده شخصا پیشنهادی حجت کنید. من برای شما توصیه میکنم که شخصا پیشنهاد کنید. اگر همین کمتر حرکت کنید میتوانید که خودتان پیشنهادی حجت کنید. و در اونجا من درباره last name چی معنی دارد، first name چی معنی دارد و middle name چی معنی دارد و برای شما فهماندهی و پراگی میکنم. اون در این سامانه همه با زبانی انگلیسی است. و درباره طلبات صورت در زیر این ویدیو من ثبت میکنم طلباتی که اویدی صورت پیشنهاد کرده می شود از این سامانه و طلبات مخصوصی هست که یعنی که حجم صورت، صفت صورت و غیره من برای شما پیشنهاد میکنم. فقط یک چیز رو در این نوار میخوام برای شما فهمونم که پشت شما باید سفید، چهرهتون عیان نمایان باشد و تا قفس سینه نمایان باشد. و در ثبت خودم من برای شما روان میکنم در زیر ویدیو اون طلبات هایی که اویدی صفت ویدیو صورت و دیگر طلبات هایی که داده می شود. شما توانید که رفته با مکان هایی که صورت حجت می گیرند برای صورت های حجت برآوردن، اونجا رفته مراجعت کرده با همون طلبات هایی که من در زیر ویدیو ثبت می کنم شما با اونها می رسونید که انا همین صورتی که شما می گیرید موافقی انا همین طلبات باشد، نه زیاد نه کم.
تمام همین قدر جای نازک دارد و دیگر مکانها را خودتان میتونید مستقلانه پر کنید در این سامانه. فقط همین صورتش ثبت کردنش کمتر نازکی. همین رو به نظر گیرید. میتونید رفته همون مکانها صورت هایی که موافق آن همون طلبات ها باشد گرفته برای خودتان صورت های الکترونی آورده خانه با کامپیوتر خودتان میتونید پیشنهاد کنید حجت. و یک چیز رو به نظر گیرید که نوابسته از آنه که شما میخواهید همسر خود رو با فرزندان خود بعد از بریدن این بازی گرین کارت رو بعد از آوردن برید به امریکا یا نبرید، نوابسته از این باید معلومات های آنها رو باید در این برنامه در این عریضه باید ثبت کنید، از آن جمله صورت های آنها را. مبادا اگر شما در روسیه می باشین یا در روسیه یا اینکه در دیگر مکان ها همسر شما و فرزندان شما در دیگر مکان، انا همین طلبات هایی که در زیر ویدیو من برای شما ثبت میکنم اویدی صورت میتونین زن و فرزند خود را روان کرده به مکان هایی که صورت میگیرن برای حجت ها موافق همین طلبات ها برای شما صورت های مخصوصی موافق همین طلبات گرفته برای شما روان میکنن با واسطه الکترونی و شما گرفته در مکان هایی که اعضای عائله است شما صورت آنها را موافق طلبات این سامانه ثبت میکنید و از آن جمله معلومات های شخصی آنها را. و موافق این برنامه اعضای عائله به شمار میرود زن یعنی همسر و شوهر و فرزندان. پدر و مادر و برادران اعضای عائله موافق این برنامه به شمار نمیرود. فقط کوتاه کرده میفهمونم که شما اگر خواهید هم شما هم همسرتان اشتراک کنند در این بازی که فرصت شما شانس شما زیاد میشد برای بریدن گرین کارت، شما هم همسرتان پاسپورت خارجی داشته باشند. این یکم. دوم این است که اگر شما همسر داشتین و از وی جدا شدین و از اون همسرتان یا که زنی باشد از شوهرش فرزند داشته باشد، اونها هم باید شما قید کنین همچون فرزند هم به قید گیرد پیشنهاد کنند. و دیگر موضوعی که من میخواستم برای شما قید کنم برای کودکایی که شما میخواین در این برنامه اشتراک کنند و یا کودکایی باشند که تا سن 21 ساله و زکس نداشته باشند. این معلومات هایی بود که برای شما خواستم برسانم. شما البته وقت دارین تا روز 8م 9م 10م 11م یعنی این معلومات هایی که برای شما دادم معلومات ها رو حجت ها رو صورت ها رو و غیره ها شما الان میتونین معلومات ها رو به دست آوردن گیرین تا اینکه روزی که شما میخواین پیشنهاد حجت کنین برای شما آسان و سهل شود. سلامت باشین. برای توجهتان من با شما بودم دلیری خیرالله. موفقیت. سربلند و کامیاب باشید.